کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 16 آگوست سال 2023 در یک مراسم تنتنوی در جماعت ارمتن نویه عینی ساکن دیهه لنگر این جماعت اولادین شریپوف را برای نجات 2 نفر در روز سیل خرابی آور 28 ایول با افتخارنامه و تحفه خاطروی تلویزیون قدردانی کردند. روز 28 ایول وقت سیل شدید بالای دیهه لنگر جماعت ارمتن فرو ریخت، مجرای آب از بین دیه گذشته 2 ساکن لنگر ایدیبای حلیموف 75 ساله و عزیزجان مرگنزاده 7 ساله را به کام خود فرو کشید. غرق شدن این موی سفید و کودک را دیده ساکن دیگر دیه لنگر شریپوف اولادین خود را ناترسانه به درون سیل زده و توانست هر دو را از آب بیرون بکشد و از مرگ نجات دهد. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با دستور رئیس این نهاد با مقصد قدردانی از اولادین شریپوف سردار سرریاست حفاظت شهروندان و منطقه این کمیته گنرال مایور جمشید کاملزاده به نویه عینی سفر کرده در یک مراسم ویژه به اولادین شریپوف افتخارنامه کمیته و تحفه خاطروی تلویزیون را تقدیم کرد. رهبران و هیئت شخصی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شریپوف اولادین را برای این جایزه تبریک گفته کارنمایی او را در روز آفت طبیعی نمونه صفت‌های عالی یک انسان و یک شهروند اصیل عنوان کردند.